بگه ما کمتر توفه روان میکنم گیرو در حق همین مردم نکن خودمون فریب میکنیم فرزندانمون فریب میکنیم محترم پیشوای معظم ملت من سابقه دار ساحه معارف ناحیه سپیدتمیم اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان می باشم قریب 40 سال می شود که در ساحه معارف فعالیت کردم امروز در نفقه پیرانسالی می باشم و در تربیه نبیروی ابیره ها اهل محله حصه گذار هستم بعد با استقلالیت دولتی صاحب گردیدن تاجیکستان عزیزمان ساحه معارف کشور در پرتو دستور و هدایت های شما با درجه بلند پیشروی نائل گردید ساکنان ناحیه سپیدتمیم از این عمل شکرگزار هستند حیات ثابت می نماید که به تعلیم و تربیه نسل نورس همچنین پیشروی های علم و تکنولوژیا و تلاش های سازنده آموزگار جامعه با پیشروی های نوین موفق گردیده نمیتواند محترم جناب عالی امروز ما شاهد شدیم که با تشبث و دستگیری های شما ساکنان ناحیه ما و مؤسسه نوبنیاد زمانوی که با تمام تجهیزات های زمان معاصر مجهز گردانده شدند صاحب گردیدند برای غمخواریتان با شما از نام سابقه داران ناحیه عرض سپاس می نمایم سلامت و سربلند باشید محترم جناب عالی شما صحت سلامت باشین سربلند باشین رئیس ولایت 75 حاضران منو بینید فرزندان خانواده تربیت کرده است معلم خانه در کجا است در همین جماعت ترسون الجبای همینجا با همینجا بگه ما کمتر توفه روان میکنم گیرو در حق همین مردم نکن روان میکنم گیرو در حق همین مردم نکن اعلاچی معارف جمهوری اعلاچی 75 ده هر کس با این کمالات نمیرساند اصلا شما خدمت کنید سلامت باشید دوستان عزیز کار کرده مادر جسور باشید غیور باشید دلیر باشید کار کنید دولت مانا وطن مانا آباد کردن مادر بنیاد کنید برای خودمون وطن مای شما دولت مای شما زندگی را خوب کردیم برای خودمون میکنیم برای فرزندانمون میکنیم فریب کردیم خودمون فریب میکنیم فرزندانمون فریب میکنیم یک ملک آباد یک گوشه آباد آینده به نورسان جوانان امروزه میراث گذاریم سلامت باشید